قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، سروران عزیز و بزرگوار، یک موضوعی که ارتباط به عقیده هست خدمت سروران عزیز بیان می کنم. از صدر اسلام تا به امروز و تا به قام قیامت دو چیز با همدیگر آشتی نمی کنند. بسیار دقت لازم هست. دو چیز با همدیگر آشتی نمی کنند مگر یکی بشن آشتی کنند. چی با همدیگر آشتی نمی کنند؟ مسئله کفر و اسلام. کفر و اسلام، عقیده کفر و عقیده اسلام هیچ وقت با همدیگر آشتی ندارند. هیچ وقت. عقیده کفار همیشه مبارزه با عقیده مسلمان ها داره و عقیده مسلمان ها همیشه مبارزه با عقیده کفار داره. بناهن یا باید نعوذ بالله من ذالک مسلمان بره کافر بشه که دوست کافر بشه، یا کافر بیایه مسلمان بشه که دوست مسلمان بشه. بناهن مسئله عقیده هست سروران عزیز و بزرگوار. باید متوجه باشیم، متوجه به این موضوع که اسلام یا میتونیم بگیم مسلمان آمریکایی تا مسلمان خدایی و قرآنی و محمدی از هم فرق داره. دو مسلمان هست امروز در کشورهای اسلامی و عالم اسلام. دو مسلمان داریم. یک مسلمان آمریکایی هست. آمریکا مسلمان را تایید میکنه. کدام مسلمان را آمریکا تایید میکنه؟ مسلمانی که به جهاد سر و کار نداشته باشه، مسلمانی که به حجاب سر و کار نداشته باشه، مسلمانی که به حدود سر و کار نداشته باشه، مسلمانی که به قصاص سر و کار نداشته باشه، مسلمانی که به امر به معروف و نهی از منکر کار نداشته باشه، مسلمانی که خب با مهر و محبت با یهود و نصارا بشینه، غذا بخوره، به یک چوکی، به یک ردیف، به یک قطار. این مسلمان آمریکایی هست. این مسلمان ها به صدر اسلام هم بوده، مسلمان های ابو جهلی هم بودن، مسلمان های عبدالله ابن ابی هم بودن، مسلمان های ابو لهبی هم بودن و این تا به روز قیامت هست سروران عزیز و بزرگوار. یک مسلمان خدایی، مسلمان قرآنی، مسلمان محمدی هست. خیلی دقت کنیم سروران عزیز. به نماز می آییم تا عقیده خور بفهمیم، به نماز می آییم تا این که مسلمانی خور بدانیم، به نماز می آییم تا این که موضوعات و احکام دین خوب آگاه بشیم. ما مسلمان قرآنیم، ما مسلمان محمدیم، ما مسلمان خداییم. بزرگترین افتخار مسلمان جهاده، بزرگترین افتخار زن مسلمان حجابه، بزرگترین آرمان مسلمان شهادته.
این را فقط سروران عزیز و بزرگوار اشاره می کنم. در صدر اسلام مسلمان ها جهاد کردن. جهاد چقدر فضیلت داره؟ فضیلت جهاد را میفهمیم؟ حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. فقط از دوستان این خواهشه که فقط گوش کنن که موضوع بسیار مهمه. حدیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم هست: 1 ساعت جهاد در راه الله. در عربی 1 ساعت یعنی 1 لحظه، یعنی 1 لحظه. 1 ساعت جهاد در راه الله بهترتر از شب قدر در مسجد الحرام در کنار حجر الاسود هست. چی مقامیه؟ 1 ساعت جهاد. شب قدر رو بری به مسجد الحرام، شب قدر رو به شرط دریابی در کنار مسجد الحرام، شب قدر مسجد الحرام کنار حجر الاسود، 1 ساعت جهاد بهترتره. این پیامبر میفرماید، این پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. 60 سال که به این مسجد عبادت کنیم، 60 سال از این مسجد سر و سجده بگذاریم، 60 سال از این مسجد بیرون نشیم. رسول الله میفرماید 1 ساعت در راه الله جهاد بهترتر از 60 سال عبادته. اینا رسول الله میفرمایند. بناهن آیات زیادی هست ارتباط به این که قرآن ما را اشاره میکنه. قرآن را طلب کردم به این واسطه که از رو قرآن آیه به شما نشان بدم که متوجه باشیم. ذره اگر کسی دوستی با یهود و نصارا داشته باشه در ایمانش خلل هست، این ضعف ایمان را نشان میده. بناهن آیات زیادی هست سروران عزیز و بزرگوار. خدای تبارک و تعالی در سوره بقره آیه 120 میفرماید: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. این ندای خدا هست. در از این کسی شکی بیاره کافر میشه. هرگز یهود و نصارا از شما راضی نمیشن، مگر راضی میشن که بریم مسلمان آمریکایی بشیم. مسلمان آمریکایی دیگه کاری نداره با امریکا بگیم ما به جهاد کار نداریم، به حجاب کار نداریم، به قصاص کار نداریم، به حدود کار نداریم، هر چی که تو میگی درسته، هر آنچه که تو میگی درسته. اینجی آمریکا میگه خب مسلمانی، حالا دیگه خب مسلمانی شدی. ولی قرآن میگه یهود و نصارا هرگز راضی نمیشن از تو حتی تتبع ملتهم، تا از اونا پیروی کنی. جای دیگه خدا میفرماید در سوره مائده آیه 51: یا ایها الذین آمنو. یا ایها الذین آمنو مخاطب کینه؟ من و شمانیم، مسلمان هاست. ای مؤمنا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. ای مسلمان ها یهود و نصارا دوست نگیریم، اونها با هم دیگر عهد و پیمان دارن به نابودی شما. کسی بر دنبال یهود و نصارا از یهود و نصارا هست. این من نمیگم، قرآن میگه. با این قرآنی که من و تو ایمان داریم، با این قرآنی که من و تو ایمان آورده ایم. خدای تبارک و تعالی در سوره توبه میفرماید آیه 36: وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافه. ای مسلمان ها مشرکین شما را میکشن. وقاتلوا المشرکین کافه، بکشید مشرکین را مثل که شما را میکشن. این آیه قرآن هست. سوره آیه دیگر خداوند در سوره توبه میفرماید آیه 73: یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم. ای پیامبر تو رحمتی، تو رحمت للعالمینی، تو دارای خلق عظیمی. متوجه باش که رحمت و سر جای خود، شفقت خود سر جای خود. با کفار و منافقین سختگیر باش. واغلظ علیهم، سختگیر باش. طرف کافر نخند، با کافر روی باز نده، با کافر شمشیر را نشان بده.
آیه دیگر خداوند در سوره محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید فاذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب. الله اکبر. اینا کنی قول شافعی نی مالکی نی حنبل نی یک دیگه، اینا قول خدایه. ای کسانی که با کفار روبرو شدید، لحظه ای که با اونها می جنگید، در آن لحظه فضرب الرقاب، گردنهایشان را بزنید. در آیه دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید، در آیه دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید سوره فتح محمد رسول الله، ای محمد تو فرستاده ای، والذین معه، این کسانی که همراه پیامبر یعنی صحابه، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و علی، سعد و سعید و طلحه و زبیر و سایر الصحابه رضوان الله علیهم اجمعین، اینها چی خصوصیاتی داشتن؟ محمد چه کار کن؟ اشداء علی الکفار رحماء بینهم، با کفار سختگیر باش، رحم و شفقت و ترحم بین هم دیگر داشته باش. اینها آیاتی بود سروران عزیز، شمه ای از آیات قرآن بود که مسلمان ها متوجه می سازه که ای مسلمان متوجه باش که یهود و نصارا با تو دوست نمیشه و هیچ وقت یک وقت دوست میشه که بری خلاصه پیروی از آنها بکنی. اگر مسلمانی به دست یهود و نصارا کشته میشه و مسلمانی به کشته شدنش خوشحالی میکنه، در ایمانش خلله، در ایمانش ضعفه و در ایمانش خلاصه در ایمان خود تجدید کنه و بار دیگر بگه لا اله الا الله محمد رسول الله. این را میگم که اگر مسلمانی به دست یهود و نصارا کشته میشه، مسلمان اگر شادی میکنه ایمان خود را تجدید بکنه. به خاطر چی؟ به خاطری که او هم پیمان با یهود و نصارا شده، به خاطری که خوشحالی که یهود و نصارا کرده این مسلمان ضعیف الایمان خود را به خوشحالی شریک ساخته. به این از سروران عزیز از امروز نیه، وقتی که حضرت حمزه سید الشهدا عموی با وفای رسول خدا در احد شهید میشن، حضرت حمزه وقتی شهید میشه مشرکین چه کار میکنن؟ سنت قدیم هست، کافر همو کافره. وقتی حضرت حمزه شهید میشن، جیگر حضرت حمزه که پاره میشه، حضرت حمزه مسلم میشن، گوش و بینی حضرت حمزه که کفار میبرن، بعد از آن مشرکین شروع میکنن به رقص و سما و پایکوبی. مشرکین میرقصن، مشرکین سما میکنن، مشرکین زنان رقاصه را میرقصانن که امروز ما به آرزوی خود رسیدیم که حمزه از دنیا رفت، ولی از این غافل بودن که خون حمزه هزارها حمزه به دنیا می آورد. این را برای دشمنان اسلام میگویم، خون هر شهیدی که به زمین میریزه از خونش هزاران مجاهد جان بر کف به دنیا تبدیل میشود. با کشته شدن حضرت حمزه نصارا رقص و پایکوبی میکنن، ولی تو مسلمان چی؟ تو مسلمان ایمان آوردی به قرآن، ایمان آوردی به رسول الله، ایمان آوردی با این آیاتی که تلاوت شد. متوجه باش، لااقل اگر دیگه کاری نمیتونی بگو ای الله مجاهدین را پیروز کن و شهدا را روحشان را بر روح شهدای بدر و احد ملحق بگردان. الله برای همه ما شعور اسلامی عنایت بفرمایه، الله برای همه ما توفیق بده تا این که بدانیم که دو کس تا روز قیامت با هم دیگر آشتی نمی کنن، کفار و مسلمان ها.
کافر مسلمان اگر با هم دیگر آشتی کردن، بناهن باید یا کافر مسلمان بشه یا مسلمان نعوذ بالله کافر بشه که این دو با هم دیگر کنار هم بنشینن و کنار هم دیگر تصمیم بگیرن. در غیر از او قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. وقت حضرت آدم علیه السلام در هر عصر و زمانی من و شما میبینیم موضوع کفر و اسلام، موضوع عقیده کفر و اسلام اینه که اگر ابراهیمی بود مقابلش نمرودی بود، اگر موسی بود مقابلش فرعونی بود، اگر خلاصه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقت زندگی میکردن چی بود؟ ابو جهل و ابو لهب و امیه ابن خلف و عبدالله ابن ابی و اینهایی بود. در این عصر و زمان هم باید بدانیم که این دنیا هم موسی داره و هم فرعون. این دنیا در این عصر و زمان هم ابراهیم و هم نمرود و هم پیروان محمد رسول الله و هم پیروان ابو جهل و ابو لهب و اینها هست. فقط اشاره من این بود که بعضی دوستا فکر میکنن که البته خوب کاری دوست داشتن یهود و نصارا این واقعا آهکیه که بر ریشه ایمان رختانده میشه. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.